What's up guys، من آرش نجفی هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با بچهای گل گلاب امیر کارتال و پرستو با هم دیگه چی امتحان کنیم؟ انرژیزا. خب 3 2 1 کنیم. اول انرژیزا رو بیاریم. انرژیزا همون ظاهر میشه و قراره از این 9 تا انرژیزا رای بدیم ببینیم کدوم انرژیزا برتره. قطعاً مانستر. من بلو. این ردبول بود؟ نه ردبول و مانستر. حالا خلاصه بریم سریع امتحان کنیم. 2 به 2 میریم حذفشون میکنیم. بریم راند اول با هم بریم. خب گایز ما اومدیم اول راند اول با انرژیزای مکس فلای با اون چیه؟ فشن تیوی. فشن تیوی جفتشون هست. اینا فشن تیویه. یکی چی بود؟ مکس زردا مکس فلایه. اصلا رنگاشون هم فرق میکنه دقت کنید. آره قشنگ. آها این فیکه. معلومه قشنگ. این فیک نوزاد و آدم مثلا پیره. نه میدونید چیه؟ اونایی که میرن آبش ادرار بدن آب سیب میذارن الکی برای این مثلا آب زیاد خورده. آره معلومه رقیق شده قشنگ. خب آقا اولی کدومو بریم؟ مکس فلای. کوچولو رو بریم. کلونی میره. بریم به سلامتی. خودمون. این بوش خیلی خوب. بریم بالا. ماما میا ماما سیتا. او توت فرنگی میده. مزه خوبی داره. مزه خوبی راضیه. ولی فیکه. کم تهش دزدی. این دزدی. آره یه تمزه. این ولی خیلی این سرقته. این قشنگ چیز نیست به نظرم. این بو هم نداره حتی. آره انگار آب دادم به خودم. آب گازدار. آب گازدار با یه قطره قبلی هم من اطلاع. زود باش دیگه. چی کار داری؟ آخه هم تنده هم تلخ بود برای من. خوب عرق نیست. خب بریم. این اصلا بو نمیده. این به خدا آب گازداره. ولی خوشمزه است. شیرینیش نسبت به این یکی کمتره. آره و مزه میوه‌ای واقعی داره. فشن تیوی بود برای همین. این ویتامین C خودمون بود. آره خدا. رنگش هم ویتامین C نبود. لیوان اصلا خوش من نیامد. این دزدی بود، این سرقت. خب بریم سر رای گیری ببینیم کدومشون برتره. 3 2 فشن تیوی. این چی بود؟ هیدرامین. نه حداقل به خاطر رنگش هم شده به این رنگ میده. همش شکر این دیگه سرقت تمامه. ببین این خیلی مزه طبیعی خوبی داشت. خب شاید شکرش. ببین بچه‌ها آب گازدار بود. خلاصه بهتون قشنگ مزه دیفنهیدرامین میده. بچه دقت کردید این شبکه 3 شدی میتونید بالا. شبکه 3 مگه 3 تا نبود؟ شبکه 4 بعد. من میتونم ببرم اینا رو تو ویدیو نشون بدم. ببین اولا هر کدومو گفتم خوبه، رنگش کمتره. رنگ و شکر واقعا سم خالصم. میشه اینا رو یکی نشون بده؟ ببین شیرین ترا رو شما نمره مثبت بهش. ببین اینی که ما گفتیم فیکه، خب رنگ اصلی بیشتر انرژی ذاتری داره. این قشنگ بو اسپر میده. میشه نخوریمش حذفش کنیم؟ نه واقعا بو اسپر میده. کدوم اسپر بو رو میده؟ خب بچه بیایم بالا تا آبرمون تو ویدیو نرفته. آره از اول این بوی چیز میده. این بوی پروتئین باشگاه بدنسازی رو میده. همونه دیگه پروتئین. خب این فیک هستا. این میده. بیا بوی تویی میده. خودمون نه. به سلامتی. خدایی من خوشم اومده. نه یه مزه گاز زیاد. آره گاز زیاد داره. گاز داره ولی انگار مزه نداره. یه همچین چیزیه. من احساس میکنم رو دندونام تاثیر گذاشت. آقا من دومی میخوام برم ببینم چیه تا قاطی نشده مزهش. سلامتی خودم عباس قلی خان. واقعا این بوشو نمیدونم. این واقعا شربت سرفه است. واقعا شارک واقعی خیلی خوبه. من نمیخورم درست.
واقعا چرا این کارو می‌کنی؟ واقعا انگار شربت سرفه داری میخوری. خب حالا اونقدر بد نه ولی شربت سرفه است. تمارز. خب عاشق قیافش هم نگاه کنید قشنگ اینطوری واقعا شربت سینه است. واقعا خیلی داره دیگه. فکر کنم دیگه انتخاب معلوم باشه دیگه. 3-2-1 کنیم. 3-2-1 کنیم انتخاب کنیم. داداش حالا یه 2 دقیقه صبر لله. 3-2-1 بابا این قطعا غلظت بیشتری داره. من زمانی که انرژی زام میخوام بخورم خب اصلا دوست ندارم شربت سینه بخورم. به راند سوم ما خیلی خوش اومدید و راند تقریبا معلومیه. قبول ندارید واقعا؟ به نظر من ردبول 100% این وسط حتی بوش بهتره. ردبول و اکسیر. رنگی هم بخوای حساب کنی واقعا رنگ خیلی بهتری داره. بزرگترین سرقت و دزدی قرنم میدونی ردبول داشت. اول ردبولو بریم. ردبولو بریم. ردبولو بریم. اول اینو بریم به شوره ببره. ردبولو بریم اول که میخوام بهتون اثبات کنم. قدیمی ها میده. بعد رنگش هم خیلی چیزه. خود رنگ خیلی خوبی داره واقعا. کافئین بوی کافئین میده. واقعا بوی خوبی داره. اوه الان اون دوتای دیگر خوردیم این واقعا شیرینیش خیلی زیاده. ردبول زرقو میزنه. آره احساس نمیکنم مثلا بتونم یه دونه‌شو کامل بخورم. خیلی شیرین. آره خیلی شیرین تره ولی رنگ خیلی خوبی داشتش. اتفاقا یه تلخی داره تهش ولی گاز نداره همینش خوبه. گازش کمتره. ریزه. گازش ریزه. حباباش ریز میزنه میره پایین. حباب درشت نداره. ببین آخر ردبول یه تلخی هست. آره. مثلا اینو میخوری آروغت نمیاد. در حد ریز مثلا. آره آروغت اندر شارکه قشنگ اینجوری میشه. اکسیر. ماماسیتا کارچلا. به سلامتیتون. خودمون اصلا دلم نمیخواد بگم که ردبول از این بدتر بود. آره منم واقعا فکر میکنم ردبول بهتره. شرفم. چرا یه انرژی زایی که نخوردیم باید قوی تر باشه؟ خیلی مزش خوبه. ببین فقط بهتون ثابت کنم که این مارکای جدیدم که میان خیلی خوبن. حالا استثناً تو شارک شاید خراب کردن کپی زدم ولی خب این خیلی بهتر از ردبوله. من اصلا پشیمونم چرا تا حالا امتحان نکردم. خیلی میخوای 3-2-1 کنیم نظرمون رو بگیم کلا؟ بگیم. شاید 3-2-1. امیدوارم ردبول منو ببر. وای تو رو خدا ردبول رو حذف نکنید. بالهام شکست. خب بچه راند 4 رسیدیم و اینکه یه انرژیزای متفاوت داریم. مثلا رنگش هم قرمزه. این یکی هم رنگش قرمزه. بعد چرا؟ وایسا این اصلا چیز بیادبی نیست. کاملا چیز نرمالیه. کاملا چیز نرمالیه. واقعا چیز نرمالیه. این یک چیز کاملا نچرالیه. همین الان برید منم همین به نشانه اعتراض این ویدیو رو ترک میکنم. اینا همه زن ستیزن. بابت همکاری خود میبخشمت. ادامه بدیم. خب این خودش هم پریود دیگه. این پریود مردان است. دارک بلو و یه برندی که اصلا گردن بچه میده. خدا شاده بکن. ولی قرمزی خیلی بالی داره. من حس نمی‌کنم انرژی قرمز ببینم. خیلی بوش خوبه. اصلا بوش آرامش. انگار آلبالوه. من چرا بو نمیتونم بگیرم؟ چرا راست میگه. شامپو گل رنگ صورتی یادت میاد؟ شامپو گل رنگ خرسی صورتی. توش تیله داشت؟ نه قبل اونا کوچولو بود صورتی. این قدیا بودن عکس خرس بود روش. گل رنگ بود. بوی اونا رو میده. ولی خیلی خوبه. بریم بالا. بعد یه لحظه یه چیزی رو بگم. ببین اینجا رو میبینی؟ البته اون طرفش هم بود. ببین
خوسه داره میبینی؟ اون دوتا خوسه ای که خوردیم اونا دزدی از اینه. اوکی آقا من میخوام این قرمز رو اول بخورم ببینم چیه. به سلامتیتون. به سلامتی بچه‌ها. سلامتی خون جون. مزهش واقعا مزه آلبالو داره ولی میوه نیست. مزه هندونم میده. نه چرا؟ من خیلی خوشم اومد. خیلی خوشمزه است. خوشمزه هست ولی روش یه چیز آتیشی داره بچه‌ها نگاه کنید. من خیلی اصلا خوشم اومد. آتیشی نیست ولی من دوست دارم همینجوری قطره جمع گرده. من به نظر من یه مزه گازش خرابه. نه. آره گازش از بغل یه زبون مزه میره. کهنه میده. نمیده؟ چرا موافقم؟ دارک بلو تقریبا عین بقیه انرژی زار مثلا برنده خوب رنگش همونه. اونا رو میریختیم گازش تموم شد. این همچنان داره گاز میده. آره این گاز زیادتر. از اونجایی که من خودم دارک بلو خور شدیدم این انتخاب واسه من خیلی سخته. الان باید بازم دارک بلو. خیلی گاز داره واقعا یه میسوزونه زبونه تو. ولی قشنگ گاز دارید میخورید بچه‌ها. گازش شیرینی زیادی دلت رو نداره. بزنه. ببین شیرینی نداره زیاد. اتفاقا گازش میگه بیشتر ولی بخور. تلخی هم نداره. ببین نه تلخی داره نه شیرینی داره ولی گازش زبونه تو میسوزونه. مزهش عوض نمیشه. بقیهشون مزهش بعد از یه تایمی اینجوری به همت میریزه. آره. این قشنگ همونو تثبیت میکنه میره جلو. نه ولی واقعا بازم من دارک بلو خور رو یکم سختم. 3 2 1 کنیم پس نتیجه قشنگ آره، میتونه 3 2 باشه. 1 کنیم. 3 2 1 حداقل یه تعهد. وای وای بچه‌ها شما دیوانه چیزی هستید چرا همچین انرژیزای خوبی رو باید حذف کنید؟ فقط رنگش یه خوبه. شما به خاطر اینکه هر روز دارک بلو میخورید اومدید اینو حذف کردید. خدایی نامردیه. نه آرش یه چیزی بهت بگم مزهش آخرش یه مزه کهنه‌ای میده. ببین مزه مونده میده. ولی من اصلا واقعا ذوق نکردم همچین انرژیزایی چرا؟ ولی به خاطر ذوق واقعا نه نمیتونم. واقعا من بین دارک بلو اینو انتخاب میکنم الان برام. فقط به خاطر رنگش. ببین این اصلا رنگشو نمیدونی تو نجات میخوری. آرش. نه داداش نجات پرست نجات پرست نجات. خب بچه‌ها به راند نیمه نهایی خوش اومدید. با توجه به جرزنی‌های بچه‌ها به نیمه نهایی رسیدیم و یه نوشیدنی اضافه اینجا داریم به نام مانستر. اضافی دیگه 9 تا داشتیم این یه دونه. خب اضافی نیست اتفاقا اصلش مانستره. بریم ببینیم. بریم سریع امتحان کنیم. مانستره یا مانستر بعدن اکسیر. اول مانستر. اول بیاین اکسیر رو بیاریم بالا. ایکس ایر. سلامتیتون. چیرز. سیر. واقعا چرا این رنگ دادم هم دلزده شدم. واقعا انرژی قرمزه از این خوشمزه تر نبود. نه. موافقم. نه قرمزه در هیچ شرایطی بالا نمیاد آرش. این گازش کمه مزه کونه بچه شیرینی خوبی داره و گاز کمی داره قشنگ راحت. اوکی بریم تو مزه شده اون نرفته بریم تو مانستر. Wait a minute. البته نه. خب بریم بالا مانستر عشق من. بده. اوف اصلا مزه متفاوتی. خیلی خوبه. قیافه امیرو شبیه اون لاک باشه تو بریم یه رای بدیم. بدیم. 3 2 1 برو با همون. ما با مانسترا تو با اکسیرا. آقا سریع بریم. این جاو و اون فیکر آوردید بالا قرمزه رو حذف کردید واقعا. من برای ولی رنگاشون هم یکیه. رنگاشون تقریبا یکیه. این چرا از تهشون گاز در میاد؟
حالا منم نقطه‌ای داره در میاد. بیا نقطه‌ای بیا. میدونم حباب گنده بالاشه. سلامتی عباس قلی خان. این فیک رو میریم بالا. آرش این عرق نیست، مزه کن یزید. چقدر بی‌مزه است. واقعا ببین شارک، یک قطره شارک واقعی رو ریختی 20 لیتر روش آب ریختی شده این و ما فیک رو آوردیم تو نیمه نهایی. وای کجاست اداره؟ این مشکل از مانستره. نه اینو چون خیلی شیرین بود. انرژیزهای مختلف رو امتحان کردیم بین انرژیزهای دیگه و یعنی خودتون به شخصی یه دونه میرید به چشم میکنید یه دونه. نه این تلخه. نه تلخ نیست، به خاطر همش تقصیر مانستر. آقا تا یادم نره سری دومی بریم مرحله نهایی. آب میداد دیگه برای چی یادمون بره. این که بوش خوبه. طعمش هم بهتره. من ترشه. یه طعم خاصی داره. اگه گذاشتی بچه 3 2 1 کنید سری بریم به مرحله بریم. دو من میگم بشمار. 3 2 1. امیر الان فقط به خاطر اینکه انرژیزا رو سر بکشه. نه ترجیح میدم واقعا آب بخورم ولی مزه گوه اون رو تمام. تو اصلا فیک پسندی، فیکو اصلا دور کن. این تا همینجاش هم نیمه نهایی به زور اومده به نظر من. واقعا حیف اون برنی که حذفش کردیم. حیف اکسیری که حذف کردیم. برنی که حذف کردیم. راند نهایی خیلی قشنگی داریم و به نظر من مشخصه. من از دارک بلو میخوام شروع کنم. نظرتونه؟ مانستره. مانستر پیک کوچیک از اوکی از دارک بلو شروع کنیم. این وقت من اشتباه زدم. سلامتی دارک بلو. سلامتیتون. الکل صنعتی. عباس گلو. آها دیدید؟ فقط دارید گاز میخورید بچه ها. اثباتش اینقدر بعده که میخوام آب بخورم. برو بابا تو فردا حق داری دارک بلو. من دیگه دارک بلو نمیخورم. بلو من تو مانستر میخوریم آرش بزن. ماشاءالله. خب بریم مانستر. پول مانستر بدیم. میارزه یه قلوپش برابر با یه باتل. موش واقعا مو به تنم سیخ میکنه. رنگاشون که یکی. چجوری بد یا خوب؟ بد. واقعا خوبه. واقعا که موهای خاص تنم رو سیخ میکنه. واقعا متفاوته. درسته یه طعم تلخی بر من داره. دوست ببین یکیش خیلی گاز داره، یکیش یه گاز ملویی داره. آره. بعد این مزه اون آدم خرسی کوچولوهایی که ما میخوردیم بچگی مزه اونا رو میده. 3 2 1 کنیم. 3 2 1 کنیم. 1 2 3. ببین پرتیا رو فقط میخوای بخوری. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه بود. پرتیا رو من اصلا به قیمتش هیچ کاری ندارم. واقعا این خیلی بهتر از داداش. خب من خودم دارک بلو خورم. اوکالیپتوس میده اون. خب مگه اوکالیپتوس بده؟ دوست ندارم. خب خیلی انرژیزا خوردیم و راند آخر شده. مال شما هم؟ نه. چی؟ هم لیز شده. تو چی شده؟ لیز شده. صبر کن. منظورش از اون منی که میخوری؟ ببین الان اینجا ما که قشنگ میزنم لیزه. خب به خاطر همون دیگه منی اونجوریه دیگه. ببین مال تو هم کش میاد. آره ببین طبیعی نیست این. بند توفم چجوریه؟ توف جلوم خوبه، توف عقبم نه. توف عقب یعنی چی؟ توف جلو عقب ترمزه خوبه. خب بعد عقب‌تر که میره اینجوریه. یعنی قشنگ همون. خب خوبه دیگه. لغزندگی بیشتر لیز شدن. بچه این کثافت بازی رو برین سریع تمومش کنیم. این مکس فلای حذف کنیم و برنده رو اعلام کنیم. به سلامتیت. خیلی شیرینه مکس فلای. چرا آوردیمش بالا؟ تو چه خیلی طعم خاصی داره.
کثافت کاری رو تموم کنیم. جدی من اینو نمیخورم بعدم میاد ازش. باید بخوریش. بخورش. امیر بخورش. نه امیر بخورش. نه سلام. امیر بخورش. چقدر سرفم گرفت. خیلی خوش‌طعمه. فینال نهایی انرژیزاهای ما به نظرتون کدومه؟ حداقل به خاطر فوایدش هم که شده آدم تو رو درواسی میمونه. مال من که مشخصه. یه چی باید بهش بگم. 3 2 1 میکنیم، برنده نهایی اعلام میکنیم. 3 2 1. آفرین کارتال. آفرین. نکن کارتال، چرا این کارو کردی؟ من یکم زنجلیلم. نباید سر زنجلیلی این کارو بکنی. سب کن میخوام یه چیزی رو نشون بدم. خنده قدرت. خب گایز این بودش از ویدیوی ما. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودیم، با این حال که به صورت نامردی اومدش بالا، ولی مرسی که تو ویدیوی ما شرکت کردید. معرفی کرده. آیدی اینستاگرام بچه‌های پایین میاد، حتما فالو کنیدشون. مال من زیاده تا اینجا هم شاید من به بال در آوردم. نه آیدین بزرگش کن. فعلا برو اون کندله رو در بیار، بعدن آیدی تو میذاری. بچه‌های ما تریدر، اگه دوست داشتید حتما پیجشون رو دنبال کنید اگه به بازارهای مالی علاقه دارید. مرسی که ویدیوی ما رو نگاه کردید. تا هفته بعد بای بای. از همینا نداریم. خب متفاوت میذاریم که متفاوت بفهمیم دیگه. متفاوت من 4 تا شات یه ویدیو یه با خواهر من گلگلیا آلکو پالامو نرورده بودم. چه شود بچه وسط ویدیو یادم تجهیزات بیاری. خب گاز و اسپرم چی شد؟ خب محوش پریوش چی کار کرد؟ انرژیزا اینجوری میکنم. خب بچه به مرحله نهایی خیلی خوش اومدی. امیر میدونی بچه به دنیا میاره الان حامله میشه، بعد بچهش میدونی چی میشه؟ یه دستش میشه بال کوسه، یه دستش میشه بال پرنده، کلش میشه گاو. خسته بسه لگت میزنه. لگت چیز کردی؟ سلام کنایی تو خونه محصله نمونه اون بدید که امتحانه اینه چون خوشگل شدم.